سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تو این ویدیو الگوی طراحی پروتوتایپ رو تشریح میکنیم. یکی دیگه از اون الگوهای دسته کریشنال که ما قبلا چند تا الگو رو از این دسته تشریح کردیم، الگوی سینگلتون، الگوی فکتوری متد و بیلدر، که اونا هم الگوی ساده و کاربردی بودن که اگر اونا رو ندیدید یا با اون الگوها آشنا نیستید پیشنهاد میکنم اونا رو تماشا کنید، مطمئنا به دردتون میخوره. الگوی پروتوتایپ هم الگوی بسیار ساده ای، اینقدر ساده که گاهی وقتی من تعجب میکنم چرا جزء الگوی طراحی اومده. یه دونه ابسترکت یا اینترفیس داریم، یه متد داره و کانکریت ها میان ایمپلیمنت میکنن به همین سادگی. خب بریم ببینیم که چرا اصلا به این نیاز داریم و چطور پیاده سازی میشه. فرض کنیم یک کلاسی داریم به نام امپلی، ما ازش اینستنشیت میکنیم، میگیم و mp1 مساوی با نیو امپلی. خب این امپلوی ما امکان داره کلاس پیچیده باشه، سنگینی باشه، یه عالمه پراپرتی داشته باشه. در این صورت ما همینجا که اینیشیالایزش میکنیم اینجا باید جلوش یا پارامتر پاس بدیم یا به صورت اینلاین اینیشیالایزش کنیم، یا بیایم سطح بعدی بگیم mp1.name mp1.al mp1.address mp1.skill تمام پراپرتیاش ست کنیم. و این کار سنگینیه و اگه ما یک mp2 بخوایم ایجاد کنیم میخوایم بر mp2 ما دقیقاً مشابه همین mp1 باشه. و اگه اینجوری بیایم از انتصاب بدیم mp1 و به mp2 که بدیهیه که کار اشتباهیه، صرفاً ارجاعش کپی میشه. در واقع اگه بخوام به صورت شکل نشون بدیم، این ست کد میاد یه دونه توی استک یه دونه امپلوی یک ایجاد میکنه که این آدرس حافظه‌ای رو داره داخل خودش که به در واقع اینا اینجوری نشون بدم، به یک جایی از هیپ اشاره میکنه که داخل هیپ داده های اصلی امپلوی قرار گرفته. مثلا ما ست کردیم که نامش مجید هست، سنش 22 سالشه و مهارتش هم مثلا OOP. در این صورت وقتی این بیایم به صورت ناشیانه ازش کپی بگیریم، در واقع mp2 هم میاد به همون جای اشاره میکنه که mp1 هست. در واقع mp2 هم میاد در واقع به اینجا اشاره میکنه. و اگر توی یک کدوم از این امپلوی ها mp1 یا mp2 بیایم مجید رو بکنیم محسن، خب به طب اون یکی دیگه هم تغییر میکنه و این مد نظر ما نیست. خب یه حالت اینه که ما از این الگو استفاده میکنیم که این فرایند کپی کردن رو داشته باشیم. یه حالت اینه که این امپلوی بسیار سنگینه، یه عالم پراپرتی داره، یا این حالت اینه که پیچیده است. مثلا امکان داره این امپلی یک سری پرایوت فیلد داشته باشه، این پرایوت فیلد داشت طی فراخوانی مکرری که روی متدهاش داشتیم کلاینت روش انجام داده به اون استیت رسیده و ما صرفا این مراحل نمونه سازیش رو دنبال کنیم. امکان داره mp2 دقیقاً مشابه mp1 نباشه، باید تمام اون فرآیندهایی رو که متدهایی که روی mp1 فراخوانی شده رو دوباره تکرار کنیم تا دوباره به اون mp1 برسیم، به اون استیت mp1. و این کار بسیار سختیه. پس ما میتونیم بیایم از الگوی پروتوتایپ استفاده کنیم و این فرآیند رو ساده کنیم. در واقع الگوی پروتوتایپ میاد میگه که شما این کلاس مد نظرتون، مثلا همین امپلوی کلاسی که سنگینه، یا کلاس چه میدونم پروداکت کلاسی که نمونه سازی سنگین یا پیچیده است، میگه شما بیا اینا از یک ابسترکت کلاس یا اینترفیس کلاس ایمپلیمنت کن. یه متدی داره اینجا به نام کلون که همه اون کلاسایی که اینو ایمپلیمنت میکنن مجبورن این متد رو هم ایمپلیمنت کنن و داخل ایمپلیمنتیشن به طور صریح بگو که اگر یک نمونه جدید از این امپلوی یا یک نمونه جدید از این پروداکت بخوایم چه اتفاقی باید بیفته. و کلاینت به جایی که بیاد تمام مراحل رو برای این امپلوی تکرار کنه، صرفا میگه امپلوی mp1.clone یک کپی میگیریم، mp1.clone کپی 2، mp1.clone. به همین روش ما میتونیم چندین تا کلون یا کپی از اون نمونه اولیه‌مون داشته باشیم. در واقع الگو بسیار ساده است، همینطور که توی همین نمودار میبینید بسیار ساده است. ما میتونیم توی یه دقیقه پیاده سازیش کنیم، ولی کن اصل کار داخل این متد کلون انجام میشه که چطور از این آبجکت کپی بگیره. الگو در مورد این ساختار صحبت میکنه، در مورد اینکه چجوری از این آبجکت کپی بگیریم صحبت نمیکنه. در واقع این وظیفه ماست که بیایم داخل کلون بگیم که به صورت شالو کپی باشه، به صورت دیپ کپی باشه، آیا بیایم از این
اینترفیس استفاده کنیم یا بیایم از این اینترفیسی که مایکروسافت برای ما در اختیارمون قرار داده استفاده کنیم، از اینترفیس آیکنونبل، یا اینکه اصلا از این الگو استفاده نکنیم. ما میتونیم بیایم از سریالیزیشن استفاده کنیم، دقیقاً یک اسنپ شات از این بگیریم، یا از ریفلکشن استفاده کنیم، بیایم از این یک اسنپ شات بگیریم. در واقع بیشتر زمانی که تو این ویدیو ما صرف میکنیم صرف این مفاهیم هست و پیاده‌سازی های داخل این کلون، و یعنی خود الگو که همین بیشتر نیست و در ادامه خواهید دید که تو یک دقیقه پیاده‌سازی میشه. یکی از کاربردهایی که این الگو داره تو نرم افزار گرافیکیه. شما مثلا همین نمودار درایو رو در نظر بگیرید. تو این افزونه من میخوام یه دونه از این فرض کنید این یک آبجکته، از این آبجکت کلاس دیاگرام من بخوام کپی داشته باشم، من به راحتی میتونم بیام کنترل بگیرم یه دونه کپی داشته باشم، یه کپی دیگه به راحتی هر چند تا دلم بخواد کپی میتونم داشته باشم. این کپی ها هم دقیقاً همین استیت رو داره. ولی اگر به صورت معمولی بخواستم این کار انجام بدم، میومدم اینجا یه دونه کلاس دیاگرام میساختم، بعد میومدم نامش رو تغییر میدادم، متد فیلداشو پاک میکردم، متدش رو تغییر نام میدادم. خب این کار سختیه دیگه، سختگیریه. توی نرم افزار گرافیکی با استفاده از این پروتوتایپ ما میتونیم از هر کدوم از این آبجکت ها، در واقع از این دیاگرامایی که اینجا هست، ما میتونیم ازش کلون بگیریم. خب تعریف دیگه فکر میکنم کافی باشه. بریم داخل کد ببینیم که در ابتدا خود این الگو چجوری کار میکنه و بعد مفاهیم داخل این کلون رو که شل کپی هست، دیپ کپی هست، چطور اتفاق میفته رو بررسی کنیم. خب ما میتونیم بریم داخل کدمون این کلاس های متناظر رو بنویسیم. یه اینترفیسی داشتیم به نام، اونجا ابسترکت بود، ما اینجا اینترفیس استفاده میکنیم به نام iPrototype. یه کلاسی داشتیم به نام Concrete Prototype 1. یه کلاس دیگه هم داشتیم به نام Concrete Prototype 2. و داخل iPrototype مون گفتیم که یک دونه متد داریم به نام signature متد به نام مثلا iPrototype برمیگردونه و اسمش بود کلون، و اینها می اومدن این رو ایمپلیمنت میکرده. کانکریت ها گفتیم از نوع iPrototype باشه، پروتوتایپ، و اگه اینو ایمپلیمنت کنیم باید متد کلونش رو هم ایمپلیمنت کنیم. خب اینجا چون هیچ پراپرتی نداریم میتونیم بگیم که ریترن کنه نیو کانکریت پروتوتایپ 1 کانکریت پروتوتایپ 1 و اینجا هم به همین شکل می اومدیم ایمپلیمنت میکردیم اینترفیس رو iPrototype و متدش رو هم باید ایمپلیمنت میکردیم. گفتیم که ریترن کنه نیو کانکریت پروتوتایپ 2. چون اینجا هیچ پراپرتی نداشتیم. اگه پراپرتی داشتیم خب اینجا کارمون بیشتر خواهد بود، صرفا یک خط کد نخواهد بود. در این صورت میریم داخل کلاینت که پروگرام ما الان کلاینته، میگیم پروتوتایپ تایپ 1 مساوی با نیو کانکریت پروتوتایپ 1 و در صورتی که بخوایم فرض کنیم تایپ 2 کپی داشته باشیم از تایپ 1 میگیم تایپ 1 دات کلون به همین راحتی. و اگر ما چندین تا پراپرتی داشتیم دوباره به همین روش میتونستیم بگیم که مثلا اینجا 3 در واقع اینجا 4 اینجا هم 3 تمام این تایپ 2 تایپ 3 و تایپ 4 دقیقا مشابه تایپ 1 خواهم بود، کاملا مستقل ولی که مشابه همین تایپ 1 خواهد بود. ولی که الان یه مشکلی داره. الان تایپ 1 و این تایپ ها همشون از نوع آی پروتوتایپ و نه از نوع کانکریت پروتوتایپ 1. در واقع الان این امتیازش اینه که ما به صورت پلیمورفیزم اگر اینجا متد دیگه داشته باشیم، فارغ از این که از نوع کانکریت تایپ 2 ایجاد کنم یا از نوع کانکریت تایپ 1 ایجاد کنم، اینجا مثلا من بیام یه دونه تایپ 2 ایجاد کنم بگم که آی پروتوتایپ 2 آی پروتوتایپ اسمش بذاریم تایپ x برابر باشه با نیو کانکریت تایپ 2 و از این هر چی کپی بگیرم بیام بگم که و تایپ
x1 مساوی با تایپ x دات کلون و من تمام این تایپ ها رو داخل یک دونه آرایه یا لیست قرار بدم و اگر اینجا متدی داشته باشم فارغ از اینکه تایپ کانکریت 2 هستن یا کانکریت 1 هستن این متد مورد نظر میتونستم فراخوانی کنم، همون مفهوم پلیمورفیزم. ولی که الان اینجا ما داخل پروتوتایپمون متد دیگه نداریم که بخوایم فراخوانی کنیم. پس اگر ما بخوایم کانکریت داشته باشیم در این صورت ما بیام اینجا کانکریت بنویسم، این تمام تایپ هم به صورت کانکریت باشه، نوع وریبلمون مشکل ساز میشه. اینجا ما عمل کسینگ رو به طور صریح انجام بدم، بیام بگم که اینجا کس کن از این نوع بشه و این رو برای سطح بعدی هم تکرار کنم. در این صورت تایپ سیک نیست دیگه، این روش جالبی نیست دیگه، مفهوم گرفتین. این روش جالبی نیست. من میتونم بیام این رو جنریکش کنم، بگم به جای که معمولی باشه جنریک باشه و به جای که آی پروتوتایپ برگردونه تی رو برگردونه. در این صورت من باید بگم داخل این وقتی ایمپلیمنت میکنه بگیم از چه نوعی باشه و در این صورت ریترن تایپش هم نوع خاص مورد نظر باشه. اینجا هم باید بگم که از به جای تی این مقدار رو پاس بدم و ریترن تایپش هم این باشه. در این صورت دیگه این عمل کاستینگ اینجا بی‌مورده. ولی که خب اون چیز رو از دست میدیم، اون پلیمورفیزم رو از دست میدیم که برامون اهمیت نداره، چرا که متد اینجا نداریم که به صورت پلیمورفیزم بخوایم فراخوانی کنیم. خب ما میتونستیم بیایم این به جای اینترفیس ابسترکت هم داشته باشیم. در واقع من خودم طرفدار اینترفیسم، ولی که ابسترکت هم اینجا میتونه کاربرد داشته باشه، مخصوصا اینکه اگر ما بخوایم دو تا ایمپلیمنتیشن داشته باشیم، ایمپلیمنتیشن پیش‌فرض مثلا بگیم که ابسترکت کلاس و بگیم پروتوتایپ تی. در این صورت مثلا میتونیم بگیم یه پابلیک داریم که تی برمیگردونه، اسمش میذاریم کلون و اینجا میتونیم پیاده سازی داشته باشیم، بیایم مثلا پیاده سازی داشته باشیم و بیایم یه متد دیگه داشته باشیم که فقط مجبور کنیم کلاینت ها در واقع ساب تایپ ها این رو ایمپلیمنت کنن. بگیم پابلیک ابسترکت و تی برمیگردونه، اسمش بذاریم دیپ کپی. فرض کنیم ما اینجا میتونیم یک پیاده‌سازی پیش‌فرض داشته باشیم و حالا من اینو صرفا کامنت میکنم. میتونیم یک پیاده‌سازی پیش‌فرض داشته باشیم، اصطلاحاً مثلا شل کپی رو اینجا بذاریم که هر وقت متد کلون فراخوانی کرد به طور پیش‌فرض اون شل کپی انجام بشه، ولی هر وقت که دیپ کپی لازم داشته باشیم باید این دیپ کپی رو ایمپلیمنت کنیم. حالا ما با همین مثال اینترفیس میریم جلو که رایج‌تر هست. خب من میتونم الان این رو به عنوان ارجاع داشته باشم داخل ریدمی خودم که در واقع هیچ چیز خاصی نبود دیگه، همونطور که دیدین basic implementation و بریم اصل کار که همین متد این قسمت هست که داخل کلون چجوری این کار رو انجام بدیم. من این مثال رو پاک میکنم، بریم ببینیم که چطور میشه انجام داد. خب این دفعه ما میایم یک کلاسی می‌نویسیم که پراپرتی داشته باشه. کلاسی می‌نویسیم به نام امپلویی، همونجوری که تو مثال گفتیم. چند تا پراپرتی براش می‌نویسیم مثل string name مقدارش باشه string.empty به پیش فرض. یه پراپرتی دیگه تعریف می‌کنیم مثل age و یه پراپرتی دیگه تعریف می‌کنیم که مثلا لیستی از مهارت‌ها رو داشته باشه، لیستی از string اسمش رو میذاریم skills و مقدارش هم به طور پیش‌فرض خالی باشه و میام اون اینترفیسمون رو می‌نویسیم. اینترفیس رو اشتباه کردیم، پاک کردیم. اگه بریم اینترفیس رو دوباره برگردونیم و میگفتیم امپلوی از نوع آی پروتوتایپ، در واقع این اشتباه کردم، بگیم که از نوع آی پروتوتایپ امپلوی باشه، امپلوی. و اگه این رو ایمپلیمنت کنیم متد کلونش هم باید پیاده سازی کنیم. در واقع اصل کار ما اینجاست. خب ما میتونیم بگیم که
ریترن کن نیو امپلویی و تک تک فیلدهاشو منوال کپی کنیم. بگیم this در واقع نیمش باشه با this.name و اینو برای همه پراپرتی تکرار کنیم. ولی که دات نت یک کلاس پیشفرض برای یه متدی رو برای ما گذاشته که میتونیم کار رو ساده کنیم. در واقع الان من اینجا دیس بزنم یک سری متد میاره، مثلا equal get hash code get type get member voice clone. اینها همشون توی system.object هست. در واقع همه کلاس های ما به طور پیشفرض از این system.object ارث بدیم کنیم. میتونیم بگیم system.object و اگر بریم داخل این اگه من نداشته باشم فرض کنید اینجا باشه، به طور پیشفرض از نوع system.object هست، ولی چون که دیگه بدیهی هست کسی این شکلی نمی‌نویسه، میتونیم پاکش کنیم. اگه بریم داخل این system.object ما یک سری متد داریم مثل get type که تایپ رو برمیگردونه، مثل member voice clone که ما از این member voice clone استفاده میکنیم تا کلون انجام بدیم و اینجا الان به صورت پارشیاله. اگر بریم قسمت دیگهش رو ببینیم، اینجا بخش دیگهش نیا کنیم، مثلا متد ویرچوالی داره به نام get hash code که ما میتونیم اووررایدش کنیم. متدی داره به نام equal که این حالا استاتیک، این ایکوال اینجا به صورت ویرچوالی میتونیم اووررایدش کنیم. تو استرینگ که بارها ازش اوورراید کردیم ویرچوال هست. ما میتونیم از متد ممبر وایس کلونش استفاده کنیم. بگیم که در واقع اینو برگردونم حالت قبل، اینو پاکش میکنیم. بگیم که this dot member voice clone. خب تعریفش چی میگه؟ میگه که به صورت شل کپی این کار انجام بده. create a shallow copy of the current object. این چی کار میکنه؟ میاد وقتی این متد فراخوانی میشه میره یک نمونه دیگه از این کلاس ایجاد میکنه، یک امپلوی دیگه ایجاد میکنه، میاد داخل تمام ممبرهاش، فرق نمیکنه پرایوت باشه، پابلیک باشه، پروتکتد باشه، هر چی باشه، دونه دونه بررسی میکنه. اگر ولیو تایپ باشه خب اون رو کپی میکنه، یه مقدار جدید ایجاد میکنه. اگر ریفرنس تایپ باشه اون ارجاعش رو کپی میکنه که اصطلاحاً بهش میگیم شالو کپی، چون اون مقدارهای ریفرنس تایپش رو دقیقاً نمیاد یک شکل یک مقدار جدید ایجاد کنه. ولیو تایپ ها مثل اینت و بول و استراکت و اینام و کلا همه پریمیتیو دیتا تایپ ها غیر از استرینگ و ریفرنس تایپ ها مثل استرینگ. بین پریمیتیو دیتا تایپ ها استرینگ تنها نوع ریفرنس تایپ، اری ها، دیلیگیت ها، اینترفیس ها، اینا همش از نوع ریفرنس تایپ. خب ما اینجا استرینگ از نوع ریفرنس تایپ، اینت از نوع ولیو تایپ، اسکیل از نوع ریفرنس تایپ. خب ما میتونیم بگیم که this.clone و چون این آبجکت برمیگردونه این رو کستش کنیم به امپلویی و در واقع ریترنش کنیم. با این کار ما میتونیم کپی داشته باشیم. اگه بریم توی کلاینتمون که همین program.css میتونیم بگیم که var mp1 برابر باشه با new employee و بیایم اینجا بگیم که name مساوی با مجید، مثلا مجید، و بیایم بگیم که ایجش برابر باشه مثلا 22 و بیایم بگیم که اسکیلز هاش هم برابر باشه با مثلا OP و دیزاین پترن. در این صورت اگر بخوایم از mp1 کپی بگیریم میتونیم بگیم که var mp2 مساوی با mp1 دات کلون به همین راحتی. و اگر ما چندین تا امپ دیگه داشته باشیم باز هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم. mp3 در واقع با استفاده از این ممبر وایس کلون ما میایم این فرایند کپی کردن این ولیو تایپ ها رو به عهده این متد میسپاریم. خب بیایم ببینیم که این شالو کپی چه مشکلی داره. گفتیم که ریفرنس تایپ ها رو میاد آدرسش رو کپی میکنه نه خود ولیوش رو. من میتونم بیام اینجا یه دونه افزونه دارم اینجا، یه افزونه که نه، یه دونه پکیج دارم اینجا اد کردم به نام دامپلیفای. از این استفاده کنن که بهتر تو کنسول نمایش داده بشه، دیگه اینا اوورراید نکنیم تو کنسول لاگ نشون بدیم. ما میتونیم بیایم بگیم که خب
mp1 دات دامپ و اسمش هم بذاریم که mp1 و بگیم که mp2 در واقع mp2 هم مقدار کپی ما هست و بیایم mp2 رو تغییر بدیم، بگیم mp2 دات ایجش به جای که مثلا قبلا 22 بود حالا باشه 20 و بگیم mp2 دات مثلا اسکیلزش برابر باشه با نامش برابر باشه با مثلا به جای که مجید بشه میشه محسن و بگیم که mp2 دات اسکیلز دومش برابر باشه با به جای که دیزاین پترن باشه اکسل باشه و دوباره بیایم mp1 رو دامپ کنیم، mp1 رو دامپ کنیم. mp2 که میدونیم تغییر کرده دیگه، بگیم mp1 after changes after changing mp2. خب ما میایم این رو ران میکنیم ببینیم که داخل کنسول چی به ما نشون میده. این افزونه دامپلیفای به ما خیلی کمک میکنه که به صورت ویژوال ببینیم که هر متغیر چه ولیو هایی داره. صبر میکنیم که اجرا بشه. خب نگاه کنید امپلوی ما مجید 22 اوپی دیزاین پترن، mp2 هم وقتی کپی گرفتیم دقیقاً مثل همون شد، مجید 22 اوپی دیزاین پترن. بعد که تغییرش دادیم خب مطمئنا حالا mp2 تغییر کرده دیگه، میایم mp1 رو دوباره بررسی میکنیم. اینجا mp1 بعد از تغییره، خب اسمش تغییر نکرد، ایجش هم تغییر نکرد، ولی کن این اسکیلزش قبلا دیزاین پترن بود شد اکسل. این مشکل سازه. در واقع ما گفتیم که تمام ولیو تایپ ها مقدارشون کپی میشه، ریفرنس تایپ ها ارجاعشون کپی میشه. به عبارتی mp1 و mp2 هر دوتاشون به یک لیست اشاره میکنن و وقتی ما اومدیم روی mp2 این لیست رو تغییر دادیم mp1 هم این لیست تغییر کرد. ولی که نیم هم گفتیم ریفرنس تایپه ولی که تغییر نکرد. ما اونجا گذاشتیم اسمش محسن و mp1 تغییر نکرد. به خاطر اینکه استرینگ برخلاف بقیه پریمیتیو دیتا تایپ ها که ولیو تایپ هستن این ریفرنس تایپ ولی که به صورت ایمیوتیبله، یعنی هر وقت که ما میایم یه مقدار جدید میدیم از مقدار قبلی استفاده نمی‌کنیم، میاد یک مقدار جدید ایجاد می‌کنیم به خاطر ایمیوتیبل بودنش، غیر قابل تغییر بودنشه. به این خاطر این مشکل وجود نمیاد. خب ما میتونیم بیایم اینجا این شلی کپی رو بیایم به صورت دیپ کپی اصطلاحاً پیاده کنیم، میگیم ور این کلوند، اسمش میذاریم کلوند و میگیم که توی این قسمت وریبل کلون شده میگیم که کلوند دات اون نوع ارجاعی که مشکل ساز بود دات پوزیشن بودی فکر کنم اسکیلز بود، اسکیلز برابر باشه با یک آرای دیگه ایجاد کن یا لیستی از استرینگ ایجاد کن و تو کانستراکتورش ما میتونیم این مقدار اسکیلز رو بهش پاس بدیم. اسکیلزی که در واقع اینجا این اسکیلزی که اینجا بود این بهش پاس بدیم تا دوباره یک آرای جدید براش بسازه. در این صورت و بعدا ریترن تایپ کنیم این مقدار کلوند رو. در این صورت اگر ران کنیم نباید این هم mp1 رو نشون بدیم اینجا هم mp2 در واقع mp2 رو هم نشون بدیم که mp2 after changes و اگر دوباره ران کنیم نباید تغییرات روی mp2 روی mp1 تاثیر بذاره. چرا؟ چون ما دیپ کپی رو انجام دادیم. خب در این حالت اون قسمت اولش که کاملا کپی میگیره مجید 22 اوپی دیزاین، این هدف ما بود به وسیله کلون. حالا اومدیم تغییرش دادیم اینجا mp2 شد محسن 20 اوپی اکسل، همون تغییراتی که ما انجام دادیم و mp1 دقیقاً همون حالت قبلیه
همون 22 مجید و دیزاین پترنه و مشکل اون شالو کپی برطرف شد. حالا ما باید آیا همیشه شالو کپی کنیم؟ بستگی به پیاده سازی ما داره، بیزینس ما داره. اگه داخلش از نوع ریفرنس تایپ باشه خب مجبوریم باید بیم این دیپ کپی رو انجام بدیم، وگرنه همین شالو کپی به ما کمک میکنه. اگر ما به جای اینترفیس اینجا تو مثال قبلی گفتیم اگه به جای اینترفیس مثلا از ابسترکت استفاده میکردیم میتونستیم بیایم داخل این متد کلون این رو ابسترکت ننویسیم، پیاده سازی داشته باشیم، پیاده سازی خود این شالو کپی رو انجام بده، یه دونه پیاده سازی داشته باشیم به نام دیپ کلون که اونو ابسترکت میکردیم و این امپلوی ها مجبور بودن اون ایمپلیمنت کنن و اینجا حتما باید به صورت دیپ کپی اینو پیاده سازی میکردیم. خب اگر این امپلوی ما صرفا پریمیتیو دیتا تایپ نبود، فرض کنید که یک کامپلکس تایپ هم داشت، میگفتیم پراپرتی داشتیم از نوع ادرس که یک تایپ مجزا بود، میگفتیم ادرس. در این صورت میومدیم داخل این ادرس هم میتونستیم این از آیپورت تایپ ارسال کنیم. میگفتیم که یک کلاسی داریم به نام ادرس و این فرض کنید چند تا پراپرتی داره. پراپرتی داره به نام سیتی از نوع استرینگ سیتی، مقدارش هم میگیم استرینگ دات امپتی باشه. یه پراپرتی دیگه داریم مثلا استرینگ به نام استریت، اینا هم میگیم استرینگ دات امپتی باشه. و فرض کنید که یک پراپرتی هم داریم به نام فون که لیستی از استرینگ هاست. یک پراپرتی می‌نویسیم لیستی از استرینگ ها، اسمش هم میذاریم فونز و مقدارش هم اینیشیالایز میکنیم با این مقدار خالی و اینجا میگفتیم که ایمپلیمنت کنه آی پروتوتایپ رو. آی پروتوتایپ چرا نمیاره پروتوتایپ این ادرس و اگر این کارو میکردیم باید متد کلونش رو هم ایمپلیمنت میکردیم. میتونستیم بگیم اینجا دوباره هم مثل دفعه قبلی بگیم که ور کلون مساوی با this.memberwise کلون. در واقع با این کار میاد این سیتی و استریتش رو کپی میکنه و دوباره فونش رو خودمون دیپ کپی کنیم. بگیم که کلون دات فونز فون در واقع فونز چرا نمیاره اینجا باید بیاره دیگه کلون دات. در واقع اینجا باید کستش میکردیم با آدرس که من یاد رفت. اینجا کستش کنیم به آدرس و بگیم که فون دات در واقع کلون دات فون مساوی با نیو لیستی از دوباره استرینگ ها و تو کانستراکتورش این فونز رو هم بهش پاس بدیم. در این صورت چرا به ما کلون رو به ما گیر داده و در نهایت باید ریترنش کنیم. ریترن کنیم این کلون رو و می اومدیم اینجا داخل کلاس امپلیمون که در واقع والد این ادرس هست میگفتیم که کلون دات ادرس برابر باشه با این ادرس پراپرتی دات اینجا this dot ادرس. میگیم که this dot ادرس دات کلون. با این کار ما کامپلکس در واقع کامپلکس تایپی که داخل این اپلی استفاده شده رو هم می‌آوردیم از این آی پروتوتایپ ارسال می‌کردیم. یعنی اینکه میتونستیم این کار نکنیم، این رو در واقع برداریم، این رو نداشته باشیم و بیایم اینجا خودمون منوال کپی کنیم، بگیم که نیو ادرس و تمام مقادیرش رو بذاریم که اون روش در صورتی که کلاسمون پیچیده تر باشه این روش قشنگ تره. خب میایم اینجا دوباره برمیگردیم حالت قبلی، میگفتیم که از نوع آی پروتوتایپ این
ادرس باشه و بیایم کار رو یکم سخت‌تر کنیم. فرض کنیم که کلاس در ادرس دیگه کلاس نیست، رکورده. اگر رکورد باشه ما اینو در واقع تبدیل به رکوردش کنیم و اینجا بگیم که string city string street و لیستی از استرینگ ها اسمش هم هست فونز. در این صورت اینا رو دیگه نخواهیم داشت و در این حالت خب رکورد در واقع این دیتا تایپ رکورد اجازه نمیده که ما متدی داشته باشیم به نام کلون. اگه فرض کنیم اینجا دیپ کلون بود، دیپ کلون، ما میتونستیم بیایم این دیپ کلون رو پیاده سازی کنیم. در این صورت دیگه به هیچ کار نمی‌کردیم. میومدیم میگفتیم که ریترن کن نیو ادرس. خب سیتیشو از قبل بگیره، استریتش هم از قبل بگیره و برای فونش هم بگیم نیو، در واقع نیو لیستی از استرینگ ها و مقدارش هم این فونز رو هم بهش پاس بدیم. در این صورت میتونستیم این کار انجام بدیم، ولی که خب الان ما این دیپ کپی ما برمیگردیم همون حالت قبلی، این رو برش میداریم، این رو هم برش میداریم، میریم داخل خود چیزمون بنویسیم. این رو در واقع این شکلی بنویسیم، داخل کلاس امپلیمون هندل میکنیم. اینو برگردیم به همون کلون. در این صورت ما میادیم اینجا میگفتیم که به این شکل می‌نوشتیم، میگفتیم که ادرس برابر باشه با ادرسی که اینجا هست، در واقع دیست دات ادرس ویت. یک شل کپی بگیریم، شل کپی با ویت گرفته میشه دیگه، در واقع با این ویت همون هم سیتی و استریتش کپی میشه، فقط فونش میمونه. بعد اینجا فقط فونش رو می‌نویسیم، میگیم که فونز برابر باشه با نیو لیستی از استرینگ ها و اینو مقدار ادرس دات چیزشو بهش پاس بدیم، میگیم ادرس this dot address dot phones. در واقع اگه دوباره بخوایم بررسی کنیم، اومدیم این متد کلون رو اینجا پیاده سازی کنیم، به ما گیر داد که کلون کلمه کلیدی برای رکورد ها. اومدیم اینجا دیگه این رو نیومدیم از آی پروتوتایپ ادرس ایمپلیمنت کنیم این ادرس رو، اومدیم اینجا ادرس رو با استفاده از این کلمه کلیدی ویت شل کپی گرفتیم. با این ویت در واقع میاد این سیتی و استریتش کپی گرفته میشه، فقط فونش میمونه که فونش رو هم اومدیم نوشتیم و دوباره از فونی که تو ادرس قبلی بود، در واقع فونی که داخل این ادرس بود، اومدیم این کار رو دیپ کپی گرفتیم. خب این ادرس هم الان به ما گیر میده که در واقع به ما چی گیر میده؟ میگه که این نالبل، که خب ما میتونیم نالبلش کنیم و بگیم که مثلا اگر ادرس نال نبود، نامساوی با نال بود، بیا این قسمت کد رو برای ما بنویس. خب آمدیم حالتهای پیچیده رو دیگه هم بررسی کردیم. اگر این کامپلکس دیتا تایپ ما که این ادرس ما باشه بزرگ بود، ما میتونستیم بیایم ایمپلیمنت کنیم که از آی پروتوتایپ ایمپلیمنت کنیم، ولی که این رکورد ما با کلمه کلیدی کلون گیر داشت، رزرو شده بود برای رکورد. برای همین ما اومدیم اینجا ازش شل کپی گرفتیم، فیلد های سیتی و استریتش و فونش هم اومده دیپ کپی گرفتیم. خب برگردیم به نمودارمون. ما یک اینترفیس دیگه هم داریم به نام آیکلونبل که داخل خود مایکروسافت تو دات نت برای ما قرار داده. میتونیم از این هم استفاده کنیم. اجازه بدیم اینو یک کپی بگیریم ببریم داخل فایل ریدمیمون. این هم بذاریم اسمش رو بذاریم پروتوتایپ
prototype with shallow در واقع با with by using member wise کلون و پیداستازش هم به این شکل بود که خیلی بهتره دیگه، به جای که منوال بیایم این کار انجام بدیم. خب حالا بیایم در مورد آی کلونبل صحبت کنیم، اینترفیس آی کلونبل. در واقع مایکروسافت یک اینترفیسی داره که دقیقا مشابه همین اینترفیس مورد نظر ماست. ما میتونیم بیایم به جای که از این اینترفیس استفاده کنیم، از این اینترفیس آی کلونبل استفاده کنیم. بیایم اینو کامنت کنیم و بگیم به جای که از آی پروتوتایپ ایمپلیمنت کنه، بیا آی کلونبل رو ایمپلیمنت کنه. آی کلونبل اگه بریم داخلش نگاه کنیم سیگنچرش چه شکلیه، دقیقاً مشابه همونه. یه دونه اینترفیس، یه دونه متد داره که آبجکت برمیگرده. خب این رو بریم ایمپلیمنت کنیم. وقتی ایمپلیمنت کنیم دقیقاً مشابه همین کلون ماست. ولی که خب این به خاطر که ما این کلون رو داشتیم، این آی کلونبل اضافه شد به صورت اکسپلیسیت اینترفیس پیدا شد. اگه اینو نداشتیم خب اینم به این شکل می اومد. ولی که مشکلی که داره، اولا که ما داخل اینترفیس ما میتونستیم بیایم اینجا چندین تا پیاده‌سازی داشته باشیم. یک پیاده‌سازی بگیم شالو کپی، یک پیاده‌سازی یک سیگنچر دیگه داشته باشیم با دیپ کپی، یعنی دو مدل کپی داشته باشیم. ولی که وقتی از این اینترفیس استفاده کنیم صرفا یه دونه متد داره و این برای کلاینت نامفهومه که آیا دیپ کپی میکنه یا شالو کپی میکنه. ضمن اینکه ریترن تایپش آبجکته و ما باید این به صورت اکسپلیسیت کست کنیم و این خوب نیست، مثل همون حالت اول پیاده‌سازی اینترفیسمون بود که جنریک نبود. پس پیشنهاد نمیشه از این مدل استفاده کنیم و بهتره که این پیاده‌سازی رو پاک کنیم و برگردیم به همون پیاده‌سازی قبلیمون. خب یه مسئله دیگه هم هست. مسئله دیگه اینه که توی شالو کپی در واقع اگه ما سیرکولار رفرنس داشته باشیم مشکل ساز میشه. یعنی ما فرض کنیم اینجا یه دونه پراپرتی داریم از نوع خود امپلویی، فرض کنیم که میگیم امپلویی باس و فرض میکنیم اینا نالبلش میذاریم و اگه تو کلاینت بیاد اینجوری مثلا بیه که اینا رو پاک کنیم نیازی نداریم، وقتی امپلویی رو ست کرد بیایم اینجا بگیم که mp2.boss برابر باشه با mp1 و mp1.boss برابر باشه با mp2. خب این سیکولار رفرنس به وجود میاد و با شالو کپی مشکل ساز میشه، ولی که با دیپ کپی خب مشکلش برطرف میشه که یادم رفت به شما بگم و بهتره که وقتی که سیکولار رفرنس داشتین حتما از دیپ کپی استفاده کنید. خب برگردیم به در واقع نمودار UML مون. مبحث بعدی در مورد استفاده از سریالایزیشن هست. یک روش دیگه هم وجود داره که ما میتونیم بدون این که از این الگوی پروتوتایپ استفاده کنیم صرفا بیایم سریالایز کنیم آبجکت رو و بعد دیسریالایز کنیم و در این صورت به صورت جنریک هم میتونیم بنویسیم و اصلا به صورت اکستنشن متد بنویسیم که دیگه اصلا به این اینترفیس ها نیازی نداشته باشیم. خب بیایم این کار انجام بدیم. خب بیایم پایین اینجا یه دونه کلاس بنویسیم، یه استاتیک کلاس بنویسیم به نام یوتیلیتی و اینجا یه متد داریم به نام public static deep copy. خب این متد دیپ کپی ما تی برمیگردونه، خودش هم از نوع جنریک، از نوع تی، یک تی میگیره به عنوان پارامتر و ما میتونیم بیایم مثلا اینجا اینو چیز کنیم، دیس بذاریم به صورت اکستنشن متد بنویسیم، رو هر تایپی خواستیم میتونیم فراخوانی کنیم. خب ما میتونیم به روش‌های متفاوتی سریالایز کنیم، میتونه به صورت متنی باشه، جیسون و XML باشه یا به صورت باینری باشه.
خب ما برای سادگی میایم از جیسون استفاده میکنیم، میگیم و جیسون اول سریالایزش کن، جیسون سریالایزر دات سریالایز کن. جیسون سریالایزر مون اشتباه است، جیسون سریالایزر دات بیا سریالایز کن این مقدار obj رو، حالا که سریالایز کردی حالا بیا دی سریالایز کن. ریترن میکنیم بگیم جیسون سریالایزر دی سریالایز کن و تبدیل کن به این تایپ تی که از قبل مشخص کردیم و این جیسون رو هم بهش پاس میدیم. خب میگیم چه عالی. در این صورت ما میتونیم بیایم اینو پاک کنیم، بگیم که ور mp3 مساوی با mp1 که اول داشتیم داد دیپ کپی. دیگه اصلا ما نیازی به این همه اینترفیس و ایمپلیمنتیشن نداریم، هم جنریکه، هم اکستنشن متد و هم دیپ کپی هم انجام میده. این سریالایز کردن دیپ کپی رو انجام میده، ولی چند تا مشکل داره. اول از اینکه فارغ از اینکه از چه نوع سریالایزر استفاده کنیم، این سربار داره، هم سی پی یو هم حافظه. ضمن اینکه وقتی ما سریالایز میکنیم پرایوت فیلد ها، رید اونلی فیلد ها، اینا داخل جیسونمون نمیاد که وقتی ما دیسریالایز میکنیم داشته باشیم، یا یک سری دیتا تایپ ها مثل دیت تایم، اینا ما تو خود دات نت یا الان پریسیژن میتونیم داشته باشیم، دقت داشته باشیم. وقتی تبدیل به جیسون میشه معمولا اینا ترانکیت میشه و اصلا گزینه خوبی نیست. شاید برای مواردی با مورد استفاده قرار بگیره که کلاسمون بزرگه و ما میخوایم به صورت حال و حوصله ایمپلیمنتیشن دیپ کپی نداریم، میایم از این یوتیلیتی استفاده میکنیم. ولی اگر استفاده کردیم حواسمون باشه که این سربار داره و برای پروژه‌ای که پرفورمنس بالایی نیاز داره مثل پروژه ریل تایم نباید ازش استفاده کنیم. خب یک روش دیگه هم هست داخل این نمودار یومل گفتیم به صورت رفلکشن، که رفلکشن هم باید کل کد بنویسیم که از حوصله این ویدیو خارجه. در واقع ویدیومون خیلی طولانی میشه، ضمن اینکه اون رفلکشن هم باز هم سربار داره. پس بهتره که ما بیایم هر جا که پیاده سازیمون ساده بود بیایم شالو کپی کنیم، هر جا لازم بود بیایم به طور سریع دیپ کپی کنیم. در واقع بیایم داخل این اینترفیسمون یه دونه کلون داشته باشیم، یکی دیپ کلون داشته باشیم، مخصوصا اگر سیکولار ریفرنس داشتیم. اگر داخل آبجکتمون از نوع ریفرنس تایپ بود یا کامپلکس تایپ بود باید حتما دیپ کپی کنیم. و در موارد ساده میتونیم از این یوتیلیتی وقتی که احساس تنبلی میکنیم بیایم از این یوتیلیتی دیپ کپی استفاده کنیم و به صورت پیشفرض بیایم یه قابلیتی برای کلون کردن داشته باشیم. خب ویدیومون طولانی شد. کل صحبت ما در مورد الگوی پروتوتایپ تقریبا چند دقیقه بیشتر نبود. بیشتر صحبت ما در مورد این شالو کپی و دیپ کپی و این مسائل بود و امیدوارم که حداقل از خود الگوی که چیزی نداشت از این مباحث چیزی یاد گرفته باشین و به دردتون خورده باشه. خب ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. میریم برای جلسه بعدی که یک الگوی دیگه رو تشریح کنیم. پس تا اون موقع خدا نگهدار.